در دنیا موضع‌های زیبا زیادند و در قطار این زیبایی‌ها دره‌های دارای سنگ‌های سفته طبیعی که با تأثیر باد یا آب و یا پیامدهای ولکانی به وجود آمده‌اند، سالهای اخیر توجه جهانگردان را زیاد جلب نموده ایستاده‌اند. در طول صدها هزار و حتی میلیون ها سال دریاهای پرتلاطم در روی زمین جاری شده ساحل‌ها را از سطح گرد و اطراف تدریجاً پست می‌نمودند. انا همین طور دره‌های چقور به وجود آمدند که برای با سرعت به وزیدن باد زمینه گذاشتند. بعضاً بعد از این حدود دریاها تماماً نیست شده، دره‌های چقور خشک باقی ماندند. چون به سمت غربی ولایت ختلان سفر نماییم، پس از ناحیه خراسان در سمت غربی رودخانه وخش، یکی از زیباترین موضع‌های طبیعت زنده جمهوری تاجیکستان، ممنونگاه دولتی بیشی پلنگا موجود است که در برابر ممنونگاه‌های رامت دشت جوم یکی از ممنونگاه‌های مشهور کشورمان به حساب می‌رود. حالا ما درباره موضع سخن می‌رانیم که در شفت بیشه پلنگان جایگیر است. این موضع تل سرخی یا دره تل سرخی می باشد که طبق روایت ها ملکه قباد اینجا مدفون است. سنگ‌های این دره‌ها در نتیجه وزش پرشدت باد شکل‌های گوناگون را طول سال‌ها یا عصرها به خود گرفتند و به نظر بیننده مثل اثر یگان هیکل‌تراش خیلی عجیب می‌نماید. چنین جایهای زیبا در تمام قطعه‌های عالم زیادند. دره کلان کلرادو، ماهی دریا در نمیبیا، دره جهش پلنگ در چین، دره وردون در فرانسه و صدها دره‌های هیکلدار دیگر که همه ساله میلیون‌ها جهانگردان از آنها دیدن می‌کنند و این مثال شده می‌تواند. در برابر این همه گوشه های زیبای دنیا در تاجیکستان نیز چنین موضع ها را میتوان پیدا نمود. موضع ناتکراری تل سرخی که در اینجا مدفن ملکه قباد ماهرو جایگیر است، برای ما ساکنان اینجا یکی از جایهای دلپسند و مقدس به حساب می رود. منظره های دلربا و چشمه شفا بخشش ستودنی است. بسیار بیماران از استفاده این آب شفا می یابند. دختران باشد بعد زیارت مرقد ملکه قباد به مراد و مقصد می رسند. بانوان بی فرزند فرزنددار و دختران صاحب بخت می شوند. مرحمت juda yaxshi ulug'larning azizlarning joylari. پس از قریب 7 کیلومتر پیاده رفتن اینک به مکان مدفن ملکه قباد میرسیم. طبق اندیشه مردم محلی، دختر شاه قباد که ماهرو نام داشته است، پس از زوال ناگهانی دولت با قسم زیادی مال و چاروا و خدمتگاران خود در همین دره پناه میبرد.
طبیعت این منطقه با گوناگون رنگی خیش فرق میکند. اینجا میتوان هم از دامنه سبز بهار لذت برداشت و هم از پهنای ریگزار بیابان به دوری ها نظر انداخت یا به گردن قله های سنگی برآمده از تماشای اطراف لذت برد. بینندگان محترم، چون شخص از این پیراهای تنگ و سنگنای سنگفرش کوهستان عبور میکنه، به اختیار به یاد مثل های استاد لایق میرسد که میگویند بار بدان ای جان من، بیچاره تاجیکان چرا بر کوه ها و دره ها جان روی کف بگریختند. انا به همین پیراه ها پس از سقوط امپری بزرگ شاه قیقوباد، دختر شاه قیقوباد با اهل دربارش وقتی که اویله پراکنده میشد و به هر سو میگریزند و همین مکان میآید و این پیراه راه است به سر چشمه ملکه قباد و از روی روایت مردم محل در همین چشمه، در همین دره، در همین سنگستان پناه از چشم دشمنان دختر شاه قباد پناه میگیرد و در همین جا زندگی میکند و به مردم محلی او را سالهای سال پنهان میدارد. از حضورش در اینجا با کسی لب نمیگشایند و او با چارواداری مشغول میشود و مدفنش نیست در تگ همین خار و سنگ بزرگ از روی روایت مردم همینجا جایگیر شده است. و اینک ما رسیدیم به لب چشمه دختر شاه قباد. بینندگان عزیز، طبق روایت مردم محل پس از شکست سلطنت دختر شاه قباد با گروه یارانش به همین دره، به همین سنگستان، به همین تنگنا گریخته می آید و پس از برخورد زخمی شدن اسبش در همین راه سنگی در همین نشسته شب را روز می کند و از گریه های زیاد، از ناله های زیاد در همینجا چشمه می براید و این چشمه امروز پس از مرور عصرها در همین حال قرار دارد و میگویند که سالیان پیش یک دریاچه، یک رود کوهی بوده است و با مرور زمان الان یک چشمه خرد باقی مانده است و این هم طبق نقل همین مردم از همون گریه های دختر شاه قباد پیدا شده است که امروز مردم از اینجا همچون چشمه شفا نام میبرند و آب این چشمه برای کسری های پوست دارو است و میگویند که آذخ را در یک روز پس از نوشیدن این آب میتواند از بند ببرد. طبق اندیشه مردم محلی در فراسوی قبر ملکه قباد و همسفانش کس به منظری خیلی عجیب و دیدنی متوجه می شود. Bu lazım bir 85 yıllar ko'rgan man. ما از کودکی در همین اطراف مالچرانی میکردیم و از نقل بابا و بیبی های ما شنیده ایم که زیارت قبر ملکه قباد و استعمال آب چشمه‌اش مراد بخش است. اطرافش نیز دارای منظره زیبا می باشد. Şimdiki bir ziyaret cayı bay Fatıma.
در تاجیکستان موضع‌های تاریخی زیبا و دیدنی خیلی زیادند. در آغوش خواجه مشهد و خواجه سرتیز، خواجه درباد و خواجه غازیان، خواجه بلبلان، خواجه اسحاق و خواجه مومن منطقه‌های عجایب دیدنی خیلی زیادند. دره تل سرخی نیز موضع خیلی دیدنی و زیارتباب و زیبای حیرت انگیز است. بینندگان عزیز، این همین جای را مردم محله همچون مدفن ملکه قباد یاد میکنند و طبق نقل باشندگان این محل در جای مذکور ملکه قباد با اسبانش و قسمی از کنیزانش قبر کرده شده است و در همین جا میخوابد و تا امروز مردم چون جای زیارت میپندارند و به اینجا آمده زیارت میکنند. ما می‌دانیم که فعالیت شمال یکی از مهمترین عامل‌های گیولوژی و ریلیفی در سطح زمین میباشد. همه پروسس هایی که در نتیجه فعالیت شمال به عمل آمدند، سطح ریلیف و شکلی که از آنها به وجود می‌آورند ایولی نامیده می‌شوند. روندهای ایولی در تمام قطعه زمین به عمل می‌آیند، ولی بیشتر در بیابان‌ها، نیم بیابان‌ها و در ساحل‌های بحر و اقیانوس‌ها فعالند. اما چنین روند در همه منطقه تاجیکستان نیز به عمل آمده است و این سنگ‌های زیبا را طبیعت رسام به چنین شکل آفریده است. این شکل ایولی ریلیف می باشد. خودی ایول این خدای باد در یونان قدیم است و نام گرفتن این شکل ریلیف هم به واسطه با این علاقمند است، یعنی به واسطه به باد علاقمند است. طوری که معلوم است در منطقه های بیابان و نیم بیابان حرارت بلندی هوا، اقلیم خشک و نرسیدن مقداری کمی بارشات که مسلم است که در اون جایی که بارشات کم است و حرارت هوا بلند است، پوشش رستنگی هم خیلی کم است و همه این سبب می شود که یعنی همین شکل های ریلیف در این منطقه ها به واسطه به وجود بیایند. آنها اساساً در منطقه جنوب و شرقی تاجیکستان در حدود ناحیه های شهر توز، قبادیان، ناصر خسرو و حتی در بعضی منطقه های کوهی هم به وجود آمدند. در نتیجه انا همین وزش باد یا که باد خورده شوی همین جنس های ریگگیل، جنس های تکشانی مادری که در این منطقه ها موجود هستند، یعنی در نتیجه فعالیت باد این شکل های ریلیف نمودهای گوناگون گرفتند و تشکیله های گوناگون را به وجود آوردند. در دشت‌های خشک، ساوانه‌ها، منطقه‌های دیگری وادی‌های دریاهای کلان و دیگر منظره‌های کشاد نیم‌بیابانی، پروسس‌های ایولی رول کلان می‌بازند. مواد نفیسی که با شمال می‌کشانند، صدها و حتی هزارها کیلومتر را طی کرده می‌توانند و فعالیت گیولوژی شمال از روندهای ویرانشوی سنگ‌ها، انتقال مواد و جمع‌شوی عبارت است که آن به چنین منظره‌ها آورده می‌رساند. چطوری که می‌بینیم اینجا جریان مکانیکی ریزش جسم‌ها و تأثیر پرتاب‌های شمال است که این جریان گردش، سوختن و پرمکنی سنگ‌ها را به عمل آورده است.
اینک در همین موضع سنگستان تل سرخی ناحیه قبادیان یا با عبارت دیگر نوروزگاه شاهی میگویند مردم، ما آنچه که درباره ملکه قباد، چشمه ملکه قباد و قبر ملکه قباد، آن روایت هایی که دریافتیم از زبان مردم شنیدیم و شما نمایش دادیم و باقی قضاوت شماست از آنهایی که در این باره باز معلومات زیادتر دارند یا اینکه دلیل‌های دیگر زیادتر دارند. ما در برنامه‌های بعدی مکمل‌تر به شما قصه خواهیم کرد و با استفاده از فرصت همه دوستداران طبیعت، دوستداران گردشگری و سیاحت را من به دیدن این موضع ناتکرار، این موضع نهایت زیبای منطقه قبادیان ولایت ختلان دعوت میکنم تا از این سنگ‌هایی که با مرور زمان از تاثیر بادهای سخت سوخته شده شکل‌های گوناگون را گرفتند و خیلی عجیبند بیایند از نزدیک دیدن کنند این زیبایی‌ها، این طبیعت ناتکرار هم ستودنی است هم دیدنی است تا برنامه‌های دیگر با تلویزیون سیاحی باشید.